سلام، من متینم و خوش اومدید به خونه ای فوتبال چنل خودتون. باز شروع شد. داریم میبینیم کنامی چی کارا کرده. ببینید چی برای اون آورده. پله و پوشکاش، کارتایی که نبودن تو بازی و خب کنامی داره دیگه میره برای اینکه FC رو بگیره دیگه، لایسنس ها رو داره میگیره دیگه. پله هم که آورده، پوشکاش هم که آورده، چند تا. خب آقا این پنجشنبه همونجوری که میبینید خب مثل همیشه باکسی اومده. خب با این فرق که همونجوری گفتم پله و پوشکاش برای اولین بار یه کارت دارن میگیرن توی بازی و همراهشون کرایوف هم اومده و پله هم فیسشو بریم ببینیم که یه جوریه فیسش. حقیقتا کنم شاید پله نیست، حالا شاید هم یه ذره جای کار داشته باشه، ولی خب خوشحالیم که حداقل کارت اینجوری اضافه شده. خیلی سالهای پیش ای زمزمه بود که پله اضافه بشه و حالا اضافه شده با 30 سال سن، پله جام جهانی. و اینکه خب ببینید پله 108 میشه و امیدوارم که خب کنامی کارت های بیشتری داره این پک 150 تایی، ولی هایلایت های مزخرف. و خب اینم بود از رونمایی آبدی پله با 2 تا اسکیل. رونمایی دیگه هم هست با 2 تا اسکیل، یکی فنومنال فینیشینگ و فنومنال پاس که خب این پله رو خیلی خواستر میکنه. این چرت و پرت هم که ولش کنید از ژاپن، اصلا مگه میشه ژاپن نده. و تو پک ها مربی جدیدی اضافه شده، مارتینز، که خوب لاین بال کانتر 89 مربی پرتغال هم هست که بوستراش بال کنترل و قدرت دفاعی. به نظرم نمیتونم الان در مورد این مربی نظر بدم، چون خب باید بیاد ببینیم با چه بازیکنی بوست میگیره، چه جوری اوورالاش، و اون موقع میشه راحت تصمیم گرفت. و اینم بگم که کمتر از 40 روز دیگه ای فوتبال 2026 عرضه خواهد شد و امیدوارم اینجا دیگه واقعا یه انقلاب بزرگی داشته باشه این فوتبال، که حداقل به FC برسه، که یک رقابت تنگاتنگ و این دو فوتبال مثل سال قبل داشته باشن. حتی سال قبلم FC یا همون فیفای خودمون یوهو از این فوتبال جلو گرفت. اون افتضاح پس 22 فوتبال 22 فوتبال 23 حالا بهتر شد و اینا. پوتو خیلی خفن. پوتو این هفته فوق‌العاده است، همه بازیکناش عالیه. حتی این دروازه‌بان 44 سالشه، مردی که چیکار می‌کنه 44 ساله دیگه. پولمر 98، امباپه 2، این جوونه که می‌خواست بکنم بیاد اروپا، چلسی، گولر، حکیمی، چالوباه، دمبله، گارسیا و دروازه‌بانش و این یارو هافبک 23 ساله نمی‌شناسمش، ولی پوتو خیلی خوبیه. پوتو عالیه و حالا بررسیش هم می‌ذاریم برای یک ویدیوی دیگه یا همین ویدیو شاید نمیدونم. ولی پک اضافه شده، یک کمپین جدید برای اینکه به شما یک خوش آمدگویی رو بده، مثلا به یعنی کمپین جدید و اینا، مثل کمپین بیگ تایم ها میاد چند روز دیگه به همراه. اول که کاکا رو نشون داده و 1 2 3 4 تا کارت هم پشت زمینش، احتمالا 4 نفر دیگه هم هستن که وقتی اونا معرفی بشن و این باکس وا بشه، یه دونه 5 ستاره شانس رایگان به شما میده که شما میتونید به دلخواه یکی از این اپیکا رو در بیارید، که حالا با هم میریم ببینیم چی جوریه. البته فعلا خب بونسا اومده که بررسی بونسا هم حتما میزنه، حتما چنل رو
ساب کنید و همون زنگوله بغلش هم فعال کنید تا این بررسی رو از دست ندید. خب آقا بریم سریع بریم ببینیم این ابجکتیو ها چه فرقی کرده. ابجکتیو 30مین سالگرد که خب همینجوری که میبینی 5 ستاره شانس رایگان هستش، برای همون باز که اولش کاکا بود. 15 تا مأموریت ما باید انجام بدیم که احتمالاً میاد، احتمالاً مأموریتش میاد چون فعلا که مأموریتی نبود اینجا. و همین دیگه تا اینجا ابجکتیوا همینه و بریم سراغ آقا پک و پنی. چقدر خوشگل، چقدر خوشگل، چقدر ناز. از هر زاویه ببینیم از زیباییش کم که نمیشه، هیچ بیشتر هم میشه. اینو میخوام، اینو میخوام، اینو میخوام، به کم راضی نیستی. برو که بریم. به به آخرین بیچ هایی هم که اضافه شده، ریوالدو، جرارد و این یارو کره هست که اضافه شده دیگه، این ستای آخر بود. و برو بریم برای رونالدینیو یه رایکارد، حالا اگه زیادم دادی اف نداره. آقا چه پکامنینگی، اصلا با تو پست خودم نمی گنجم. فقط جون مادرت ماکلله رو نده، همین دیگه، ماکلله رو نده. ببین اگه میخوای بدی یه چی دیگه بده، ماکلله رو عمرم بدی به قرآن. ماکلله دارم آقا. بریم آقا اول جرارد رو چک کنیم. وای ویدیو قدیمی فکر نکنم زیاد به درد بخورن، ولی اوورالای خوبی دارن، الان خوب حساب میشن. ولی رونالدینیوش بالاخره رونالدینیو دیگه، یه عشق دیگه یارم خوش میکنه. میریم با 3 تا کنسل برای اولین شانس رایگان. وای خیلی وقتم از هیچی من نداده کنامی ها. اولی های رنگی میشه توش طلایی بشه؟ بله نه جوش نه. 71 امیدوارم که نیاد هیچی نده. اوه اینا اون روزا نمیخوام. این اول رایکارد، بعدش بکام هم چک میکنیم. بکام همین جوری شدی کاتو تنظیم توپش 90 و 92 یا قرآن. اوه چه سگیه، ولی بکام نده. بکام رو زیاد آخه بکام برای اونایی که واقعا رو سبک الان هم رو سانتم، ولی خب من الان سبکم سانت نیست و اینو با 2 کنسل. آیا رنگی می شود الان؟ نه 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 این خبران نیست. 71 دوباره از ته پک داره میده. میتونیم یه کاری بکنیم که احتمال دادن رو خیلی میبره بالا. اینجا با چینش پک رو میزنیم اینجوری، اصلا نداریم این خیلی احتمالش از نظر خودم میره بالا. حالا بریم اصلا همینجوری ما هم بدم بدون هیچ روشی. یا خدا رنگیشو توش طلایی، چشمون داره بدتر داد. اون موقع 71 میلیارد 67 داد. و چک کنیم 13 تای دیگه هم مونده. بازم پکو یه عوضش میکنیم، بریمش این یکی. لمپارد رو چک میکنیم، لمپارد هول پلیر پسر. اوه دیوالو هم چک میکنیم. حالا خیلی انفجاری میاریم چکار کنیم؟ دیگو فولامو چک میکنیم. پسر من چقدر این فولامو دوست دارم، چه واقعا دوست دارم داشته باشمش فولامو. حالا شولاندینیو رو چک میکنیم. بابا رنگی شد دیگه، به قرآن خیلی وقت هیچی نداری کنامی، به حرف من گوش شده. 2 3 4 5 6 7 8میو میزنیم. یه رونالدینیو 2005 که نه یه رنگی نمیشه اصلا، عجیبه. تو رو خدا نذار ما دست خالی برگردیم کنامی، نذار دست خالی من برگردم.
خدایی من آرزو دارم برای اینا، من بعدابی چیدم برای اینا کنم. نزار من برگردم. بذار این یارو اسکوله رو چک کنیم. چقدر بدم میاد کنونی برم داره بازی کنه چرت و پرت. کره ای چیه این همه بازی کن چرت و پرت دیگه. رایکارد عکس از قدیمی ازش میباره، عکس رو ببینی. رایکارد هم خدایی چیز خیلی خفنیه، مخصوصا برای سیبی و دفاع هم الان من ندارم. وای خدایی یعنی میشه یه رونالدینیوی یه رایکاردی، بهترینش رونالدینیو رایکارد جدی. این همه روش زدیم، بده رنگیشو بده. او شوک میده، چرا شوک میدی؟ 77 خوبه اینجا پیشرفت داره. با این میشه 10 تا دیگه شانس رایگان داریم. بابا بده دیگه. 72 میخواد بده و گیر کرد انگار. بده کنم یادش که بودم این عوضش کنیم. کجا بهمون داده؟ واو چقدر نزدیک تقریبا. یادم رو نیست اون یکی ها، ولی اینا انگار اوضاعشون بد خرابه. ببین آخری ها رو چک کنم. خب این آخری ها چک کنیم. یکی میره اون و 3 تا کنسل هم میزنیم. فقط امیدوارم ماکلله رو ندی. اگه میدی ماکلله رو نده. بابا دهنت گیر کرده تو گلوش، نگاه کن اصلا مشخصه میخواد کامل توش طلاییشه ولی نمیده. وای شدیم 9 تا شانس رایگان. وای پسر بده یونه مادرت بده. بذار ستای پایینه چک کنیم. این یکی. خب آقا 8 تا دیگه مونده، هنوز هیچ کنامی نداده دیگه. واقعا نمیدونم چیکار کنم. یه آرسه میزنیم میبینیم جرارد رو چک میکنیم میبینیم قشنگیم. آو چه اسکیلایی داره. یه آرسه فیسش میبینیم، فیسش برمیگردیم میایم بیرون. میایم رایکارد میریم چپ، ریوالدو آرسه میزنیم، دوباره میریم رایکارد. دوباره این روش خود من در آوردی جواب بده. میایم قشنگ اسکیلش میبینیم واو، برمیگردیم یه آرسه دوباره یه آرسه، فیسش میبینیم این چقدر نگاهه سیبیلی داره. بعد دوباره فیسش برمیگردیم یه آرسه دیگه میایم بیرون. بعد اینجا میخوایم به کنامی شوک بریم. چیو شوک میریم یهو میریم رونالدینیو همینجوری بی موقتا میریم توش آرسه میایم بیرون با 2 کنسل میزنیم. آقا این توش داده، این توش رنگیه، بیا عشق کن روشه. این توش رنگیه نکن باور این کار بابا. 7 دیگه مونده. واو کجا دیگه؟ 2 کجا؟ محمد باچوری. وای فقط 7 تا دیگه مونده. بذار 2 تاش همینجوری بزنم سری بره. و آخریاش که برسی شوک بهت میده یو یکیو میده. وای بده جون مادرت بده. همچنان نداده. دست خالی من نباید برم. این دیگه ته سیایی اگه از اینم دست خالی بریم. بذار ماکلله رو تست کنم. اینایی که چک نکردیم رو چک کنیم ببینیم شاید فرجی شد. رول رو مثلا چک نکردیم، مثلا کارلوس رو چک. چقدر مزخرف سبک رول یا بلفد. کارلوس نه، کارلوسش میصرفه ولی رول و ماکلله و اینا نمیصرفه. نه بعد خب یکی رو چک نکردیم، همون 3 تا خوبه دیگه. وای با چند کنسل 7 تا میریم 8 زدیم. 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 اینو گفتم 14 تا بزنم. بده جون مادرت رنگی شو. وای یا ابوالفضل یا قمر بنی هاشم، این 14 تا اصلا معجزه میکنه. چرا سبز نمیدونم. روی کن لورو بری پسر یه ریاض خیلی ریاض دوست ندارم. چه دوست ندارم 14 تا کنسل اصل. اوه دفاع رو بستیم بعدم بستیم. وای روی کارتو بگی دفاع بسته شد. الان میریم برای شالاندینیو. چه روش من در آوردی پسر. این 3 تا جوابه. حالا میریم دوباره ماکلله یه 2 تا پشت سر هم بده. عشق من تفاصیل یه رونالدینیو بگید به قرآن اصلا تمومه ها. وای مرسی رایکارد خفنش هم دادا. اون چیزی هم که نیاز داشتم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 لفظ رو ببین. وای چقدر اون موقع روشن شد خوب بود. ولی یه حیف حاجی واقعا حیف باشه. چیز شد کاش طلایی میشد. من فکر کردم هایلایته ولی دیدم میلان 8 تموم. خیلی وقت بود این استادیوم رنگی رو ندیده بودم. خب آقا همونجوری که من فهمیدم 6 تا شانس رایگان دیگه هم هست، ولی خب خیلی کار داره و ساعت شاید یه 2 ساعتی کار بکشه اونا رو بشه گرفت. ولی حالا اونا رو میگیریم و این شانس رایگان ها رو یه شورت ویدیوش میکنیم. ولی ما که سهممون رو نگرفتیم آقا. یعنی چی گرفتیم؟ همین رایکارد که نمیشه کنم یه زشته. ما میریم چی کار میکنیم؟ ما میریم اینجا چونالینیا رو چک میکنیم میزنیم 1 2 3 4 یهو میایم بیرون ترکیبی میریم اون آخر یو فورلامو چک میکنیم 1 دوباره 2 دوباره 3 دوباره 4 دوباره 5 یهو میایم بیرون. چیکار میکنیم؟ میریم اینجا دوباره گرا داره چک میکنیم. حالا 1 2 3 4 5 6 یهو فیسش میبینیم برمیگردیم. حالا میایم اینجا. خب آقا مثل اینجا روش داشتم میدارم ضبط نشد، ولی خب ما یه روش زدیم با 10 بار کنسل 3 4 5 6 هفتمی میزنیم یا 7 همیشه عدد شانسه. خب آقا فکر کنم 2 تا شانس رایگان مونده. بله و خیلی یه حسی داره میگه تو این 2 تا یه چیزی میگیری میاری رو آخری که نه اولی آره. ما شالاندینیو رو میخوایم آقا. واقعا از پای قبل شالاندینیو رو میخوام. چک میکنی آقای رونالدینیو رو. میریم عقب بغل ریوالدو باشه. ریوالدو رو چک میزنیم 1 2 3 و برو بریم ببینیم اینجا چه خبره. بکنم که نمیصرفه. به روی کارت جانم اصلا ببین شما روح و کارت رو نگاه کن. وای اگه میشه هم بغل کارلوس گرفتم بغل ریوالدو رو گرفتم. چیه راست میرفتی به قرآن در اومده بود کار. برو بریم برای یه وینگر چپ 1 2 3 4 رو میزنم. یا خدا رنگیشو ای تو روه 75 هافک حمله ای نمیصرفت. ولی خب
آخری امیده، جدی میگم امید دارم واقعا اینو میده. دومی و نه بذار بزنیم همه بغل هم باشن. آره اگه از آخری چک میکنیم اصلا اوبراش نمیبینیم، فقط یه آرسه میزنیم میریم بیرون. میریم بیرون. راله اسکلم یه چک میکنیم. آه دیدی؟ لمپاردو یادم رفت آرسه بزنم برم تو. ماکلله من میهراسم که نکنه یک بر تو را به من بده. اوه دوتا آرسه زدم اشتباه. اینجا میان جرارد وسط قرار میدیم که چی بشه؟ کنونی گیج بشه یهو بیاد بده. واقعا جدی میگم جرارد رو ولی چک میکنیم. یه فیس هم به ما بده. دستم خود چند تا کنسل؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2000 years later. و 25می لیتس گو. برو بریم آقا. بیا رونالدو گاچو. اوه رونالدینیو گاچو. اوه لولولولو. اصلا از سطح روش بازی پاچیده هم. خب آقا رفتیم تو ورزشگاه و آخری هم هیچی نصیبمون نشد، ولی 6 تای دیگه هم داره یا داریم که اونو شورت ویدیوش میکنیم دیگه. آره و آقا رسیدیم به پایان ویدیو که نه باید بریم رایکاردم ببینیم. خب آقا اینا از کارت‌های رایگان یامال و مسی که باشون کاری نداریم و ما با اصل کاری آقا کار داریم. رایکارد وای که چقدر این تو سی بی خداست. مثلا 35 هم لول میگیره. حالا الله جانم رایکارد. سلام بر دفاع خوب. خب خودش اینجوری میشه. حالا ما فعلا میذاریم رو ارتقای خودش بمونه، دست بهش نمیزنیم و میریم سراغ اسکیل ها. یه دونه اسکیل دارم عجب که اسکیل پاس میده. خوبه. بذارینم اسکیل او 14 تا یه AMF همی اول بده. اینم کجا این الان میتونه بازی کنه؟ آها همون یه AMF بده کافیه دیگه. آره یه AMF فیدی دیگه. ما LM یه AMF بده دیگه قربون. این گوش داد. این پسر خوبیه. خب وای 98 جانم. وای خدای من اینجا رو بگیر. وای چه رخ بالی هم داره. پاراست داره بذاریمش این با. چه رخی داره پسر. بغل 2 تا بیگ تایم الان دارم دیگه غیر از ومباسته. یکی دیگه هم اضافه شد و پک اوپنینگ واقعا چیز برکت داشت آقا. خیلی خوب بود و اینکه مرسی تا اینجای ویدیو با من بودید. امیدوارم شما هم هرچی از این پک میخواید و نصیبتون بشه و اینکه تا ویدیو بعدی و پک اوپنینگ بعدی خدا نگهدار.